فاتح ایران عمر سالار دین، آن که در دل داشت بر ربش یقین، خون داد تا دین به ایرانم رسید. عمر ابن خطاب رضی الله عنه در کوچه های مدینه با خاطری پریشان سراسیمه می دوید. علی کرم الله وجهه او را در چنین حال پریشان دیده پرسید: با کجا روانی ای امیر المؤمنین؟ عمر ابن خطاب رضی الله عنه به توقف به علی رضی الله عنه روی آورده راهروان پاسخ داد: اشتر بچه از مال صدقه به بیابان برآمده گم شده است. علی رضی الله عنه دست افشاند و چنین گفت: در حقیقت خسته کرده ای آنی را که جایگزین تو گردد. پس عمر رضی الله عنه فرمودند: سوگند به خدایی که محمد را بر حق پیامبر فرستاده است، اگر بزغاله از مال صدقه به لب دریای فرات برود، روز قیامت عمر از آن پرسیده می شود.